تصویری که دارید بهش نگاه میکنید یکی از بزرگترین پیشرفت‌های بشر در درک جهانیه که داریم توش زندگی میکنیم. خیلی از مردم دنیا همین الان فکر میکنن که ما موجودات سه‌بعدی هستیم و در یک دنیای سه‌بعدی زندگی میکنیم. اما در قرن گذشته علم تونسته ثابت کنه که به جز سه‌بعدی که ما درش زندگی میکنیم، ابعاد خیلی فراتری هم وجود داره. در واقع خیلی از اجسامی که ما به عنوان اجسام سه‌بعدی اونها رو میشناسیم اصلا سه‌بعدی نیستن. برای اینکه بتونید وجود این اجسام رو درک کنید نیاز دارید که بعدهای فراتر رو هم درک کنید که البته این کار نیاز به محاسبات مهندسی خیلی زیادی داره. اما توی این ویدیو من شما رو به چالش میکشم که آیا میتونید بعد چهارم رو درک بکنید یا نه. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم. برگردیم به دوران بچگیمون، زمانی که سوپر ماریو بازی میکردیم. خب همونطور که میدونید ماریو در یک دنیای دو بعدی زندگی میکنه. دنیای دو بعدی چه ویژگی هایی داره؟ اجسام داخل فضای دو بعدی میتونن در سمت راست و چپ و بالا و پایین حرکت کنن. حالا به این فرض رو بر این بگیریم که ماریوی بازی ما یک موجود زنده است و میتونه ببینه و درک کنه. خب به نظر شما ماریو از دنیای سه بعدی ما چه درکی داره؟ مثلا در دوران بچگی اگه سرتون رو به مانیتور نزدیک میکردید به نظرتون ماریو میتونست شما رو ببینه یا نه؟ جواب این سوال منفیه، چون دید ماریو همونطور که در یک دنیای دو بعدی زندگی میکنه به یک صفحه محدود شده. در واقع ماریو فقط و فقط میتونه چیزهایی رو ببینه که در اون صفحه دو بعدی وجود داشته باشن و برای دیدن جهان سه بعدی ما به یک بعد اضافی نیاز داره. حالا اگر ما توانایی این رو داشته باشیم که دستمون رو وارد فضای دو بعدی ماریو بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ماریو دقیقاً چه چیزی از دست ما میبینه؟ اجسام سه بعدی وقتی که وارد فضای دو بعدی میشن فقط یک سطح مقطع دو بعدی از اونها دیده میشه. در واقع اونها تا حد ممکن به فضایی که داخلش وارد میشن محدود میشن. مثلا اگر یک توپ رو وارد فضای دو بعدی سوپر ماریو بکنیم چیزی که اون میبینه یه دایره است که بزرگ و کوچیک میشه. پس تا اینجا متوجه شدیم که سوپر ماریو به خاطر دو بعدی بودنش فقط توانایی دیدن دو بعد از اجسام رو داره. حالا اون جسم میخواد هر تعداد ابعادی داشته باشه. حالا برگردیم به دنیای واقعی خودمون. ما اجسام رو به صورت سه بعدی می‌بینیم. اون هم به خاطر اینه که ما خودمون اجسام سه بعدی هستیم. اما اگه چیزهای سه بعدی که داریم بهشون نگاه می‌کنیم سطح مقطعی از یک جسم چهار بعدی باشن چی؟ خب دو تا نقطه رو فرض کنید. اگر ما این دو تا نقطه رو به هم وصل کنیم یک دنیای یک بعدی به وجود آوردیم. حالا این خط رو در نظر بگیرید. اگر ما یک خط دیگه در جای خارج از بعد x رسم کنیم و دو تا سر این دو تا پاره خط رو به هم دیگه وصل کنیم یه مربع به وجود میاد که یک جسم دو بعدی. حالا یه مربع دیگه در خارج از این صفحه دوباره رسم میکنیم و رأس‌های این دو تا مربع رو به هم دیگه وصل میکنیم و یک مکعب به وجود میاد که یک جسم سه بعدی. این جسم سه بعدی شکل دنیایی که ما توش زندگی میکنیم. تمام اجسام این دنیا برای ما سه بعدی هستند. حتی نازکترین کاغذهایی که ما اونها رو دو بعدی فرض میکنیم هم یه ضخامتی دارن که اونها رو یک جسم سه بعدی میکنن. حالا برای رسم یک جسم چهار بعدی باید چیکار بکنیم؟ گفتیم دنیایی که ما درش زندگی میکنیم دارای سه محور x, y و z. برای رسم یک جسم چهار بعدی ما نیاز داریم که یک مکعب دیگه در یک جهتی غیر از این سه جهت که من نمیتونم بهتون نشون بدم در کدوم جهته، چون من هم مثل شما یک موجود سه بعدی ام و فقط این سه تا جهت برام تعریف شده، اما یک جای خارج از این سه جهت باید یک مکعب فرض کنیم و حالا رأس‌های این دو تا مکعب رو به هم دیگه وصل کنیم. اما به شرط اینکه زوایای داخلی اون جسم جدیدمون هم مثل این مکعب قائم باشه. در واقع تصور همچین جسم چهار بعدی برای ماها که موجودات سه بعدی هستیم اصلا امکان پذیر نیست. اما پس چطوری میتونیم یک جسم چهار بعدی رو درک کنیم؟ خب این مکعب سه بعدی رو در نظر بگیرید. اگر ما یه نور سه بعدی بهش بتابیم تصویرش به صورت دو بعدی روی زمین میاد. خب اگه به سایه‌اش نگاه کنیم متوجه میشیم که هیچ کدوم از زاویه هایی که توی سایه دیده میشه بر جسم واقعی که توی دستمون داریم منطبق نیست. در واقع زوایای داخلی این مکعب همشون قائمن، اما چیزی که توی سایه‌اش دیده میشه یک جسم چند ضلعیه با زوایای کاملا مختلف. اما مسئله اینجاست که ما با دیدن این سایه متوجه میشیم که داریم به سایه چه چیزی نگاه میکنیم. خب مشخصه که سایه یک جسم سه بعدی خیلی با خود اون جسم سه بعدی فرق داره، اما
این تغییر زوایا و این تغییر شکل بهاییه که ما باید برای کم کردن یکی از ابعاد اون جسم سه‌بعدی بپردازیم. خب حالا که میشه سایه یک جسم سه‌بعدی رو روی یک فضای 2 بعدی انداخت، پس احتمالاً بشه سایه یک جسم 4 بعدی رو توی فضای 3 بعدی خودمون ترسیم کنیم. و خبر خوب اینه که ریاضیدان‌های باهوش قرن گذشته این کار رو انجام دادن. خب این فیلمی که الان دارین میبینین یکی از بزرگترین قدم‌هاییه که بشر در درک کیهان برداشته. شما دارید به سایه یک جسم 4 بعدی نگاه میکنید. خب چیزی که ما توی تصویر میبینیم یه جسم 3 بعدیه که مدام در حال حرکت. این حرکتش به خاطر اینه که اون جسم 4 بعدیمون در حال چرخشه. همونطور که اگر در دنیای خودمون این مکعب رو بچرخونیم، سایه‌اش هم تغییر میکنه. اما بعد از موفقیت‌های بشر در درک بعد 4، فقط یک دانشمند در اون زمان بود که میتونست باز هم پاشو یک قدم فراتر بزنه. آلبرت اینشتین یک نظریه بسیار جنجالی رو مطرح کرد. اینشتین معتقد بود که بعد زمان به اون صورت که ما میشناسیمش اصلا وجود خارجی نداره و در واقع زمان از جنس ابعاد مکانیه که الان ما میشناسیم و در واقع زمان همون بعد 4. خیلی از اکتشافات بزرگ اینشتین مثل نسبیت‌های خاص و عام و اون محور فضا زمانی که برای دنیا ترسیم کرده به همین دیدگاه برمیگرده که در مورد همه اینها توی این ویدیو براتون توضیح دادم. خب حالا که تونستید بعد 4 رو درک بکنید، باید ورودتون رو به کانال بعد 4 خوش آمد بگم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.